به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی حماسی شیرین و زیبا شروع میکنیم. 5 قصه گزیده از شاهنامه فردوسی، انتخاب و برگردان به نثر حسین فتاحی. این کتاب چاپ دومش در بهار 1373 در تهران توسط مؤسسه انتشارات قلیانی چاپ شده. این کتاب بسیار زیباست، شامل چند داستان که به صورت نثر و نثر درآورده که من یک دونه رو به سلیقه خودم برای شما میخونم. داستان ضحاک و کاوه آهنگر، داستان تولد رستم، داستان رستم و سهراب، داستان سیاوش، داستان رستم و اسفندیار که من داستان ضحاک با پدرش رو انتخاب کردم تا برای شما بخونم. امیدوارم که زمان به من اجازه بده بتونم یه داستان دیگه هم برای شما بخونم. لطفاً با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشفش کنید. داستان ضحاک با پدرش. در زمان پادشاهی جمشید در سرزمین تازیان پادشاهی بود خداترس، دادگر و مردمدار. نامش مرداس یا مرداس بود. چون هیچ حروف هجی نداره من به سلیقه خودم مرداس برای شما میخونم. و 1000 اسب، 1000 گاو، 1000 بز و 1000 میش شیرده داشت. مرداس پسری داشت ضحاک نام. ضحاک برخلاف پدر جوانی سبکسر، تیز، خشم و تاریک دل بود و شیطان را با چنین کسان دوستی و الفتی است دیرینه. روزی از روزها شیطان در چهره مردی نیکخواه بر ضحاک نمایان شد و از سر دوستی با او سخنان شیرین و دلنشین بسیار گفت، چندان که ضحاک شیفته‌اش شد. شیطان که با سخنان افسونبار ضحاک را رام کرده بود گفت، اگر پیمان ببندی که سر از گفته‌های من برنتابی، چنان کنم که شادکامتر از تو در جهان کس نباشد. ضحاک سوگند خورد آن کند که او گوید. شیطان که دید افسونگریش در دل ضحاک کارگر افتاده است گفت، در این روزگار هیچ کس جز تو شایسته سروری و مهتری نیست. پدرت پیر و خرف شده و آفتاب عمرش لب بام رسیده است. اکنون که پسری چون تو هوشمند و عزیز دارد، نیک باشد که او را از میان برداری و خود بر جایش به تخت بنشینی. ضحاک ترسان گفت، پدر کشتن کاری شایسته نباشد. از این درگذر و مرا پندی دگر بیاموز. شیطان گفت، دیدی که آهو دل و پیمان شکنی؟ مگر سوگند نخوردی که سر از سخنان من نپیچی؟ مردان استوارکار هرگز پیمان نمی شکنند. شیطان چندان از این سخنان افسونبار در گوش او خواند تا او را دوباره رام کرد. ضحاک گفت، اکنون چه کنم؟ شیطان گفت، من آنچه باید انجام دهم و کارها چنان سازم که 1-2 روز دیگر تو به جای پدرت بر تخت شاهی نشینی. در سرای مرداس باغی بود بزرگ و زیبا. پادشاه هر شب به هنگام سحر برمیخاست و تنها به باغ میرفت. در چشمه آن سر و تن میشست، جامه پاکیزه میپوشید و به نیایش میپرداخت. شیطان به باغ شاه رفت و بر سر راه مرداس چاهی کند و سر آن را به خاشاک پوشاند. سحرگاه وقتی شاه به قصد نیایش روانه باغ شد، به ناگاه در چاه افتاد و درگذشت. به هر نیک و بد شاه آزاد مرد، به فرزند برنازده باد سرد.
همی پروریدش به ناز و برنج، بدو بود شاد و بدو داد گنج. به خون پدر گشت همداستان، ز دانا شنیدم من این داستان. که فرزند بد گر شود نره شیر، به خون پدر هم نباشد دلیر. پسر کو رها کرد رسم پدر، تو بیگانه خوانش نخوانش به سر. فرومایه ضحاک بیدادگر، بدین چاره بگرفت جای پدر. بدین گونه ضحاک جای پدر بر تخت شاهی نشست و افسر تازیان بر سر نهاد. شیطان خندان بر او نمایان شد و گفت دیدی چگونه آسان تو را بر تخت شاهی نشاندم؟ اگر همچنان سر از پیمان من نپیچی، چنان کنم که سراسر جهان زیر فرمان تو درآید و دد و دام و مرغ و ماهی به فرمانت باشند. شیطان پس از مدتی خود را به چهره جوانی زیباروی و سخنور درآورد و به درگاه ضحاک آمد. بر او آفرین کرد و تهنیت گفت. زمین را بوسید و آنگاه گفت من آشپزی هنرور و دانایم. اگر شاه مرا به خدمت بپذیرد، هر روز خوراکی‌های تازه آماده سازم که شاه را خوش آید. شاه را خوش آمد و کلید خورشخانه را به او سپرد. در آن روزگار خوراک مردمان از دارا و ندار، از رستنی‌ها و گیاهان بود. اهرمن برای اینکه ذوق ضحاک را برانگیزاند به کشتن جانوران پرداخت. ز هر گوشت از مرغ و از چارپای، خورشگر بیاورد یک یک به جای. به خونش بپرورد بر سان شیر، بدان تا کند پادشاه را دلیر. سخن هرچه گویدش فرمان کند، به فرمان او دل گروگان کند. در نخستین روز از زرده تخم مرغ خوراکی نیکو آماده ساخت. به طبع شاه خوشگوار آمد و بر او آفرین گفت. روز دیگر از گوشت کبک و قرقاول خورشی ساخت و سومین روز سفره شاه را به گوشت مرغ و بره آراست. این خورش‌های گوناگون به طبع شاه تازیان سخت خوش آمد. ضحاک رو به شیطان گفت می‌خواهم به پاداش این هنرمندی و استادی بزرگترین آرزوی تو را برآورده سازم. ابلیس گفت از شاه آرزوی بزرگی دارم و اکنون که شاه فرموده است از دل بر زبان می‌آورم. می‌خواهم که شاه اجازه دهد دو کتفش را ببوسم و چشم و رویم را بر آن بمالم. چو ضحاک بشنید گفتار او، نهانی ندانست بازار او. بدو گفت دادم من این کام تو، بلندی بگیرد مگر نام تو. ابلیس دو کتف ضحاک را بوسید و همان دم از نظرها ناپدید شد. هنوز لحظه چند نگذشته بود که از جای بوسه ابلیس بر دو کتف شاه تازیان دو مار سیاه رویید. ضحاک به دیدن آنها هراسان شد و هر دو را با شمشیر برید. اما همچون درختی جوان که اگر شاخه‌هایش را ببرند شاخه‌های تازه به جای آنها سبز می شود، دو مار سیاه دیگر به جای آنها سر برزد. ضحاک همه پزشکان را نزد خود خواند تا مگر آن درد را فرو بنشانند. پزشکان تدبیرها اندیشیدند و نیرنگ‌ها ساختند، ولی درد درمان نشد. ابلیس این بار در لباس حکیمان به درگاه شاه آمد و گفت بریدن این مارها بی‌حاصل است. باید به آنان از مغز سر جوانان خورش دهی تا این خورش اندک اندک در وجود آنها کارگر افتد و بمیرند. شیطان می‌خواست کشور از وجود جوانان خالی شود، چرا که جوانها بیشتر شور و شوق و توانایی ستیز با بدی و بدکاری را دارند.
افزون بر این ابلیس در این آرزو بود که مگر تا یکی چاره سازد نهان که پردخته گردد ز مردم جهان. پایان روزگار جمشید. از آن سوی در ایران زمین 350 سال از پادشاهی جمشید می‌گذشت. روزی از روزها جمشید بزرگان و دانایان و سران هر دسته را نزد خویش خواند و با آنان سخن بسیار گفت و در آخر از سر خودکامگی و خودرأیی و غرور گفت: هنر در جهان از من آمد پدید، چو من نامور تخت شاهی ندید. جهان را به خوبی من آراستم، چنان گشت گیتی که من خواستم. خور و خواب و آرامتان از من است، همه پوشش و کامتان از من است. بزرگی و دیهیم و شاهی مراست، که گوید که جز من کسی پادشاست؟ گرایدون که دانید من کردم این، مرا خوانند باید جهان آفرین. بدین گونه جمشید را غرور گرفت و با کردگار در افتاد. سر از یزدان بپیچید و ناسپاس شد. یزدان هم در پادشاهیش شکست افکند و روزگار بر او تیره گشت. سپاهیان و مردم از او رویگردان شدند و در هر گوشه کشور سرداری سر به نافرمانی برداشت و پس از مدتی همه سران کشوری و لشکری به امید رهایی از آن آشفتگی‌ها رو به سوی سرزمین تازیان نهادند، چرا که شنیده بودند در آنجا پادشاهی توانا و دلیر حکومت می‌کند. سواران ایران همه شاهجوی، نهادند یکسر به ضحاک روی. به شاهی بر او آفرین خواندند، ورا شاه ایران و او را یا ورا شاه ایران زمین خواندند. آنها بیهوده پنداشتند که فرمانروایی ضحاک تازی بر ایران مایه آسایش آنان خواهد شد و نمی‌دانستند که پناه بردن از کژدم به اژدها جز باختن جان سودی ندارد. ضحاک به ایران تاخت با سپاهی گران از تازیان و ایرانیان و جمشید را شکست داد و تاج شاهی را بر سر نهاد. جمشید گریخت و 100 سال از دیده ها پنهان بود. در این سالها به تلخی و نامرادی زندگی کرد و پس از این همه آوارگی روزی از بخت بد به دست ضحاک گرفتار شد. ضحاک ماردوش او را بکشت و زندگانی جمشید پس از 700 سال به سر آمد. پادشاهی ضحاک 1000 سال بود. چو ضحاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. دوران پادشاهی ضحاک 1000 سال بود. در این دوران کردار فرزانگان از میان رفت و کشور به دست فرومایگان و دیوانگان افتاد. هنر خوار شد و جادوگری ارجمند و ارزشمند. راستی و درستی نابود شد و پستی و تبهکاری همه جا را گرفت. هیچ کس از ترس کشته شدن جرأت نداشت غم دل را جز به راز با نزدیکترین کسان خود بگوید. ضحاک شهرناز و ارنواز دختران جمشید را به قصر خویش برد و با کمک جادوگران آنها را به راه کژی و بدخویی کشاند. خورشگر شاه هر شب 2 مرد جوان را به زور و ستم به قصر می برد، سرشان را می برید و از مغز آنها خوراک ماران دوش ضحاک را آماده می ساخت. مردم از بیم کشته شدن خاموش بودند و جز خدا دادرسی نداشتند. در این میان 2 آزاد مرد پاکدین، یکی ارمایل و دیگری گرمایل یا ارمایل و گرمایل، چاره‌ای اندیشیدند. هنر خورشگری را نیکو آموختند.
پس آنگاه به خورشخانه سلطان درآمدند. وقتی فراهم کردن غذای مارها به آنان سپرده شد، از دو جوانی که به خورشخانه می آوردند یکی را در نهان رها می کردند و مخفیانه او را بیرون می بردند و سفارش می کردند که از شهر بیرون رود و به جای مغز او مغز سر گوسفندی را به مغز سر آن جوان دیگر می آمیختند و خورش مارها می کردند. بدین ترتیب هر ماه 30 جوان از مرگ رهایی می یافتند. وقتی شمار از مرگ رستگان به 200 می رسید، ارمایل و گرمایل به قدر کافی بز و میش به ایشان می سپردند تا شبانی کنند و روزگار بگذرانند. فریدون: چو از روزگارش 40 سال ماند، نگر تا به سر برش یزدان چه راند. 40 سال از پادشاهی ضحاک باقی مانده بود. شبی از شبها به خواب دید که از در کاخ 3 مرد جنگی به درون آمدند. آنکه از دو دیگر به سال کوچکتر بود، گرزی گاوسار در دست داشت. ناگهان بر ضحاک تاخت. او را دربند کرد و وی را کشان کشان به کوه دماوند برد و در آنجا او را دربند کرد. ضحاک چنان ترسید و هراسان شد که در عالم خواب نعره‌ای کشید. ارنواز و شهرناز دختران جمشید به بانگ درشت او از خواب پریدند. ارنواز گفت: شاها، در خواب چه دیدی که چنین ترسیدی؟ ضحاک گفت: خوابی بس هولناک دیدم. اگر بگویم شما نیز پریشان دل شوید. ارنواز گفت: بگوی تا شاید چاره‌ای بیندیشیم که هیچ کار بیچاره نیست. ضحاک سخن ارنواز را پسندید. چون خورشید سر زد، موبدان را فرا خواند و خواب خویش را بی حضور نامحرمان به ایشان باز گفت و از آنها راه چاره خواست. موبدان به شنیدن این خواب از بیم و نگرانی ترسیدند. لبها خشک و رخسارها زرد شد. با هم رأی زدند و گفتند: اکنون چه کنیم؟ اگر تعبیر خواب را به راستی و درستی بازگوییم و آنچه شدنی است بر زبان آوریم، بیم آن است که خون همه ما بریزد. اگر سخن نگوییم باز هم جانمان در خطر است. 3 روز در سکوت گذشت و کسی جرأت سخن گفتن نداشت. روز 4 ضحاک از سکوت و خاموشی موبدان و خوابگزاران بیتاب شد و به آنان گفت: یا تعبیر خوابم را بگویید یا همه را بردار خواهم کرد. موبدان سر به زیر افکندند و پاسخی ندادند. در میان خوابگزاران مردی بود که از دیگر موبدان خردمندتر، زیرکتر و بیباکتر بود. دلش به جوش آمد و گفت: ای پادشاه، بدان که هر کس از مادر زاده شده دیر یا زود خواهد مرد. تو نیز خواهی مرد. از غرور و خودپسندی دست بردار و مردم را تا این حد میازار. پیش از تو جهانداران بسیار بودند و بعد از تو پادشاهان بسیار خواهند آمد. اگر کوهی از آهن باشی، روزگار تو را میساید و از پای در میآورد. بدان که روز عمرت به شبانگاه رسیده است و کسی که مقدر است خواهد آمد و بر جای تو خواهد نشست. تاج و تختت را سرنگون خواهد کرد و با گرز گاوسر بر سرت خواهد کوبید. نام او فریدون است. ضحاک گفت: از من بر این شخص چه ستمی رفته و چرا دشمنی من در دلش جای گرفته است؟ زیرک گفت: اگر نیک بنگری، هیچ کس بی سبب با دیگری دشمنی نمی ورزد. فریدون پسر آبتین است. تو پدر او را خواهی کشت و مغز سرش را خوراک ماران دوشت خواهی کرد. با شنیدن این سخن ضحاک از هوش رفت و از تخت به زیر افتاد. زیرک فرصت را غنیمت شمرد و از بیم شاه گریخت. وقتی ضحاک به هوش آمد
بر تخت نشست و سوارانی را به شهرها و دیارها فرستاد تا فریدون و آبتین را جستجو کنند و به درگاه او آورند. چون روزگاری سپری شد، فریدون به دنیا آمد. در این مدت سواران ضحاک همه جا به دنبال آبتین و پسرش فریدون می‌گشتند. آبتین پدر فریدون هم از بدخواهی ضحاک بیدادگر در یک جا آرام نمی گرفت و پیوسته از جایی به جای دیگر می رفت. از وقت بعد روزی به دست سواران ضحاک گرفتار شد. او را در بند کردند و پیش ضحاک بردند. شاه او را کشت و مغزش را خوراک ماران کتف خود کرد. وقتی این خبر به گوش فرانک مادر فریدون رسید، با دلی دردمند و چشمی خونبار به مرغزاری گریخت و پیش نگهبانان به زاری گفت: تو را به یزدان پاک سوگند، این کودک را پیش خود پنهان ساز و او را تیمار دار. نگهبان مرغزار پذیرفت و پیمان بست که فریدون را چون کودک خود بپرورد و بزرگ کند. سواران ضحاک که همچنان در جستجوی فریدون بودند، هر جا را می‌گشتند و به هر گوشه‌ای سر می‌کشیدند. روزی فرانک ترسان پیش نگهبان مرغزار رفت و گفت: اندیشه‌ای در دلم افتاده است که به زودی سواران ضحاک به اینجا خواهند رسید. کودکم را بده تا به جای دیگری فرار کنم. مادر ستم رسیده با رنج بسیار فریدون را به دامنه کوه البرز برد و در آنجا نزد پیرمردی پرهیزگار و پاکیزه جان رفت. فرانک آنچه بر شوی و فرزندش رفته بود باز گفت. آن پارسا مرد روشن نظر بر حال مادر و فرزند رحم آورد و پرستاری کودک را پذیرفت. وقتی فریدون 16 ساله شد، از کوه به دشت آمد. به خدمت مادر شتافت و گفت: بگو مرا تا که بودم پدر، کیم من ز تخم کدامین گوهر؟ فرانک با آه و اندوه گفت: گوش دار تا بگویم. آبتین مردی آزاده از مردم ایران شهر، از نژاد طهمورث، دیوبند، دیندار، خردمند، بیداردل و بیآزار بود. او شوی من و پدر تو بود. ضحاک ماردوش او را بگرفت، بکشت و مغزش را خوراک ماران دوش خود کرد. فرانک آنچه پس از آن بر او و فریدون گذشته بود برای پسر باز گفت. فریدون به شنیدن گفتار مادر سخت به جوش آمد. از سر خشم چین در ابرو افکند و در پاسخ مادر گفت: بدان که شیر در شکار و زورآزمایی دلیر می‌گردد. اکنون زمان آن رسیده است که شمشیر برگیرم و به یاری یزدان پاک بر ضحاک بشورم و او را از تخت بر خاک نشانم. فرانک در جواب فرزند گفت: این کار پرخطر است. ضحاک را سپاهیان بیشمار است. جهان را به چشم جوانی مبین. جوانان از غرور جوانی سرمستند. پایان کار را پیش چشم داشته باش و پند مرا از یاد مبر. از این سخنان فریدون به فکر فرو رفت تا راه چاره نیک و خوشفرجام بیابد. داستان کاوه آهنگر. از آن سوی ضحاک پیوسته از ترس آمدن فریدون پریشان دل و آشفته حال بود. روزی همه موبدان و سران کشور را به درگاه خواند. چون همه گرد آمدند به آنان گفت: ای خردمند مردان، همه آگاهید که مرا دشمنی است بزرگ. از بزرگان شنیدم که نباید دشمن را کوچک شمرد. بنابراین می‌خواهم از مردم و دیو و پری لشکری گران آماده سازم. شما نیز باید گواهی دهید که من جز راه نیکان نرفتم و جز کردار دادگران نداشتم و هرگز سخن جز به راستی نگفتم. حاضران از ترس آن بیدادگر با ضحاک
همداستان شدند و گواهی نوشتند. در همان لحظه فریاد دادخواهی کسی به گوش ضحاک و سران کشور رسید. ضحاک او را فرا خواند و گفت: کیستی و از که بر تو ستم رفته است که چون این غوغا به پا کرده ای؟ دادخواه فغان کرد و گفت: ای بیدادگر، من آهنگری هنرمند و بی آزارم. از تو نابکار ستمگر بر من رنج بسیار رسیده است. چند تن از پسرانم را کشته ای و از مغز آنان خوراک ماران دوشت را فراهم کرده ای. این آخرین پسر من است. او را به من بازده و از کشتنش دست بردار. ضحاک از بیباکی و گستاخی کاوه آهنگر در شگفت شد و چاره را در آن دید که فرمان دهد تا پسرش را آزاد کند. آنگاه رو به کاوه گفت: تو نیز چون دیگر سران کشور گواهی ده که از من ستمی بر مردم نرفته است. کاوه چون نامه را خواند بر سران کشور نهیب زد و گفت: ای بندگان دیو، بدانید که روز عمر شما نیز به شبانگاه رسیده است. از چه به این پستی و زبونی تن داده اید و برای خوشنودی این بیدادگر از راه راستی دور شده اید؟ آنگاه از جا جست، خروشید و نامه را پاره پاره کرد و زیر پایش انداخت. دست پسرش را گرفت و خروشان و غوغا کنان از کاخ بیرون رفت. وقتی کاوه از قصر شاه بیرون رفت، مردم گرد او جمع شدند. خروشیدند و مردمان دیگر را به شورش و طغیان فراخواندند. کاوه چرم پاره‌ای که هنگام آهنگری به سینه‌اش می‌بست بر سر نیزه کرد و با آن مردم به سوی خانه فریدون رفتند. فریدون چرم پاره را با گوهرهای گوناگون بیاراست. کلاه شاهی بر سر نهاد، کمر بر میان بست، پیش مادر آمد و گفت: اکنون من آماده کارزارم. برایم دعا کن و از ایزد پاک بخواه که یاریم کند. سرانک به شنیدن این سخن آب به دیده آورد. یزدان را یاد کرد و به زاری گفت: ای پروردگار مهربان یکتا، فریدون را به تو سپردم. بد را از او دور گردان و یاریش کن. فریدون آماده جنگ با ضحاک شد. دو برادرش کیانوش و شادکام را فرا خواند و به آنان گفت: به بازار آهنگران روید و گرزی گران را سفارش دهید. آهنگران دست به کار شدند و دیری نپایید که گرز گاوسر ساخته و پرداخته شد. آن را پیش فریدون بردند. فریدون به پاداش آن سیم و زر به استاد آهنگر داد و از خدا خواست که بتواند با آن گرز سر دشمن بدسگال را بکوبد و بر او پیروز شود. جنگ فریدون و ضحاک. فریدون در ماه فرخنده خرداد به سوی سرزمین تازیان تاخت. پیلان و گاومیشان بسیار آذوقه لشکریانش را از پیش می بردند. فریدون چون به اروندرود رسید، به رودبانان پیغام فرستاد تا برای او کشتی بیاورند. مهتر رودبانان از ترس ضحاک به فرمان فریدون سر فرود نیاورد و در پاسخ فریدون گفت: تا مهر و جواز ضحاک نداشته باشی نمیتوانی از رود بگذری. فریدون از این پاسخ خشمگین شد. از خروشندگی اروند نترسید و بر اسب تیزتک خود نشست و بر آب خروشان اروند راند. سپاهیانش نیز همگی چنین کردند و جملگی سالم به خشکی رسیدند. چون مسافتی پیمودند به شهری که پایتخت ضحاک بود رسیدند و چون کمی بیشتر رفتند کاخ ضحاک را دیدند. کاخی که ایوانش سر به آسمان کشیده بود. فریدون رو به سپاهیانش گفت: جای درنگ نیست، باید دشمن را غافلگیر کنیم وگرنه کارمان دشوار می‌گردد.
آنگاه گرز گران را به دست گرفت و افسار اسب را رها کرد. سپاهیان نیز در پیش روان شدند. دیری نگذشت که کاخ ضحاک را در میان گرفتند. هیچ یک از نگهبانان کاخ ضحاک بر جای نماندند و همه گریختند. فریدون همه جادوگران و دیوان را که فرمانبردار ضحاک خوناشام بودند به گرز گرانش کوفت و به جای وی بر تخت نشست. به دستور فریدون دو دختر جمشید را از سرای ضحاک بیرون آوردند، سر و تنشان را شستند و روانشان را از تیرگی پاک کردند و بار دیگر راه یزدان پرستی را به آنان آموختند. در آن زمان ضحاک در کاخ نبود. کندرو نامی را به نگهبانی گنج و تاج و تخت خود گماشته بود. وقتی فریدون بر تخت نشست، کندرو شتابان و آشفته به کاخ آمد و چون فریدون را بر تخت شاهی دید، بیان که دل ببازد و در شگفت شود، پیش فریدون رفت، زمین را بوسه داد و بر او آفرین گفت. فریدون وی را نواخت و به او فرمان داد تا سفره شاهانه بگستراند و دانایان و مهتران را فراخواند. کندرو فرمان برد و چنین کرد. به فرمان فریدون مجلس جشن و شادی تا دیری از شب برپا بود. آنگاه فریدون آرام گرفت و جمع آنها پراکنده گشت. کندرو بر اسبی تیزپا نشست و به جایگاه ضحاک تاخت تا او را خبر کند. وقتی به او رسید، رسم ادب به جای آورد و آنچه دیده و شنیده بود برای ضحاک باز گفت. ضحاک بیدادگر از شنیدن این سخنان تلخ سخت دردمند گشت و با کندرو تندی کرد و گفت: پس شما لشکریان من چه می کردید؟ کندرو گفت: ای شهریار، بیگمان بخت از تو برگشته و دوران پادشاهیت به پایان رسیده است. اکنون از جاه به چاه افتاده ای و از تخت و بارگاهت بی بهره مانده ای. ضحاک از سخنان درشت کندرو دلگیر شد و با سپاهیان خود که از جنگاوران و دیوان بودند روانه شهر شد. چون به آنجا رسید، از بیراهه به بام رفت تا از بام به داخل کاخ وارد شود. سپاهیان فریدون چون از آمدن ضحاک آگاه شدند، به آنها حمله بردند و با تیغ و تیر و خدنگ دمار از روزگار لشکریانش برآوردند. ضحاک با کمند از بام کاخ بلند به زیر آمد تا با دشنه‌ای که داشت خون فریدون و دختران جمشید را بریزد. همین که پایش به زمین رسید، فریدون چون باد از جا جست و چنان با گرز گاوسر بر سرش کوبید که سست و بیتاب شد. همانگه سروش خجسته بر فریدون نمایان گشت و گفت: او را مکش که عمرش به پایان نرسیده است. وی را به کوه ببر و آنجا دربند کن. فریدون با تسمه‌ای از پوست شیر دو دست ضحاک را بست. آنگاه مردمان را گرد آورد و گفت: هر کس باید به کاری اشتغال ورزد. یکی سپاهی باشد و گرزداری کند و دیگری پیشه‌ور و صنعتگر باشد و کار کند. اگر چنین نباشد، نظم از میان برداشته می شود و جهان پرآشوب می گردد. مردم وی را ستودند. آنگاه لشکریان فریدون بی آنکه به کسی آزار برسانند از شهر بیرون رفتند و ضحاک را دست بسته بر اسبی نشاندند و او را به خواری بردند. فریدون ضحاک را به کوه دماوند برد و در غاری که انتهایش پیدا نبود با میخهای بزرگ سخت دربند کرد. از او نام ضحاک چو خاک شد، جهان از بد او همه پاک شد. بماند او بر این گونه آویخته و از او خون دل بر زمین ریخته. پادشاهی فریدون 500 سال بود. در دوران پادشاهی فریدون امنیت و آرامش در سرتاسر کشور پهناور او برقرار شد. مردمان دل به کار و کوشش سپردند و کشورشان را آبادان ساختند. چون 50 بهار بر فریدون گذشت، وی را 3 پسر بود: سلم، تور و ایرج.
فریدون سرزمین پهناور خود را به 3 بخش تقسیم کرد. روم و خاور را به سلم داد، چین و توران را به تور و ایرج را پادشاه ایران کرد. به هر یک از آنان زر و سیم فراوان داد و سپاهیان بیشمار همراهشان کرد و هر کدام را به سرزمین خود فرستاد. چون روزگاری گذشت، فریدون پیر و سال خورده شد. بهار عمرش به خزان رسید. نیرو و جوانی از او برفت و ناتوانی بر او چیره شد. سلم از آنچه پدرش به او داده بود راضی نبود. بدخواه پدر و برادرش ایرج شد و به برادر دیگرش تور نوشت: ما 3 برادر بودیم. من بزرگترین و ایرج کوچکترین. چرا پدرمان فریدون ایران و یمن را که سرزمین‌های آباد و خرم و سرسبزند به ایرج داده و توران و چین را به تو و روم و خاور را به من؟ در این بخشش بر من و تو ستم شده است. باید چاره‌ای بیندیشیم. چون نامه به تور رسید برآشفت، سرش پرباد شد و او هم کین پدر و ایرج را به دل گرفت و در پاسخ برادر گفت: پدر ما را فریفته است. باید به پا خیزیم و سهم خود را به زور بگیریم. این 2 برادر بدخواه هم داستان شدند. یکی سخنگوی نزد پدرشان فرستادند و به او پیغام دادند: ما 3 فرزند بودیم و تو در بخشایش دادگر نبودی. اگر دل ما را خرسند نکنی، ما 2 برادر با سپاهی گران از روم و خاور و توران به ایران میتازیم و از ایرج و کشورش ایران دمار برمی آوریم. وقتی فرستاده سلم و تور به پایتخت فریدون رسید، به شاه خبر دادند: فرستاده از پسرانت به دربار آمده. فریدون وی را بار داد و چون فرستاده به نزدیک او رسید، در کنار خود جایش داد و از حال پسرانش پرسید. بپرسیدش از 2 گرامی نخست که هستند شادان دل و تندرست. فرستاده سر به زیر افکند و گفت: ای شهریار خردمند، پوزش مرا بپذیر و بر من خشم مگیر. پیامی درشت و گستاخانه آوردم، اگر شهریار اجازه دهد بگویم. فریدون اجازه داد و فرستاده آنچه از زبان سلم و تور شنیده بود همه را باز گفت. فریدون از آنچه شنید سخت به جوش آمد و در پاسخ چنین گفت: بگوی آن 2 ناپاک بیهوده را، 2 اهریمن مغز پالوده را، 2 اهریمن مغز پالوده را، ندارید شرم و نه بیم از خدای؟ شما را همانا همین است رای. سپهری که پشت مرا کرد کوز، نشد پس 2 گردان به جای است نوز. خماند شما را همین روزگار، نماند بر این گونه پس پایدار. اگر شیطان شما را از راستی و درستی به در کرده است، بیگمان پاداش کارهای ناپسند خود را خواهید دید. بدانید هر کس همان درو می کند که روزی کاشته است. کسی که برادرش را به خاک بفروشد سزاوار است که او را بدگوهر و ناپاک خوانند. روزگار چون شما شاه بسیار دیده و به خاک کرده است. خردمند و باهوش کسی است که به نعمتی که ایزد به او داده است فریفته نشود و فریب شیطان نخورد. از داور یکتا بترسید و کاری نکنید که خوشنودی یزدان پاک در آن نباشد. فرستاده پس از شنیدن پاسخ فریدون شتابان پیش سلم و تور بازگشت و آنچه از فریدون شنیده بود به آنان بازگو کرد. از سوی دیگر فریدون پسر کوچکش ایرج را پیش خود خواند و پیغامی را که برادرانش داده بودند بر زبان آورد. ایرج از بداندیشی برادرانش دل آزرده نشد. کینه‌شان را در دل نگرفت و گفت: ای شهریار بزرگ، چون روزگار در حال گذر است و نیک و بد هر چه باشد بگذرد، چرا غم به دل راه دهیم؟ وقتی سرانجام بستر همگان خواه شام و خواه گدا خاک است. چرا دل از کینه و بداندیشی پر کنیم؟ دل باید جایگاه مهر و دوستی باشد، نه دشمنی. مردان بزرگ هرگز دل به بدخواهی و کینه‌ورزی نسپردند.
اینک اگر شما فرمان دهید بی سپاه و بی سلاح نزد ایشان روم و دل پرکینه‌شان را به دست آورم. فریدون به ایرج گفت چه نرم خو و مهربانی، از چون تو خردمندی چنین پاسخی شایسته است که مهربانی بس نیکوست، اما نباید جان را به رایگان باخت و خود را در دهان اژدها انداخت. اکنون که خود می‌خواهی با برادران و بدخواه و کینه‌توزت سر آشتی داشته باشی، من نیز مخالفت نمی‌کنم. زمان به من اجازه نمیده که این داستان زیبا رو تمام کنم. امیدوارم که این کتاب رو بگیرید و داستان ساده شده شاهنامه فردوسی رو تا انتها بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.